استانبول تیار بینن. اولویت و پهلوان علاوت شو داده شد. یک تکی سفید دسته شد پهلوان دسته شد تیز کنه. در گله میدون دعوت کرده میشن پهلوان محمودوف حریف پهلوان استانبول. ببین چقدر لباس های ملی گوشتینگیری خوب میتوان، چون که ما ملتی خیلی هم کهن هستیم، ملتی مدنیت کهن داریم. برای چی که در همه جا میگوین که همین صنعت و مهارت و چیز همه از شرق به طرف غرب رفتگیه، نه اینکه از غرب به شرق. یعنی که ما صاحبی تمامی فرهنگ و عرفیت ها هستیم و باید که از این فخر کنیم، سربلند باشیم. ایستید، همین که امر داور ایستید شد در جایت بیست. دیگه نجم خارج پهلوان سعید درد از میدان خارج کرده میشد. اولویت با گلدسته شد. این قاعده است، اینا در تمام گوشتینا قاعده خارج کردن هست. در گوشتین طرز جدا میرزو یک قاعده است، نام دارد خنسوکی، یعنی که دست تک اولو گلیم ببره رحمت الله دعوت کرده میشد. در ما خارج نام دارد. چون میرزو رحمت الله تکرارا دعوت کرده میشد. او دکازت کرده که ایود قوی نیست. بسین سالی خود نگاه نکرده، او هم گوشتین میگیرد، هم سالتو میزند و هم غلبه میکند و هم شادی میکند. حالا پهلوان با گرفتن یک پلیسوس چند کشکی خیلی و خیلی زیبا وقت با انجام پذیرفت. در گلیمی دوم قبول کردن ریا آگاهی با پهلوان یک تکی سفید. غالبیت هلو استانبول داده شد. این مقای روشان دوستان گرامی، این پرتوف خیلی هم زیبا بود و اردشیر میرزوف پهلوانی خیلی هم خوب است. اردشیر میرزوف ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهری بدن و پهلوان یکتکی سبز دوشنبه ناهای روشان. اتصال با پهلوان امام‌الدینov ساختارهای قدرتی عرضه دوری نوبتی تیار بینن در گلمی دوم. پهلوان سلیمان شویف کارمند ریاست اگنتی ضد کروپسیای ولایت حریف در گلمی اهله دوارم پالو با پهلوان میرزوی در گلمی دوم دعوت کرده می شوم. دستانبول حریفی و پهلوان دوشنبه بدن
تمام امین در زمین افتید دیگر حرکت نکنیم بچه با کدام همون قسمتی بدن که رسید حریف پهلوان دوشنبه هر دو پهلوان از ناحیه روشان. آفرین احسن پهلوانان. شعربابی سخن سایدینان دو پهلو ولدیت با پهلوان نیروی شهر خروغ داده شد. در گلیم دویم دو پهلوانان یعنی پهلوانان چهره سرشناس پهلوان چهارشنبه با یک تکی سبز حریف و پهلوان علاوتشوی ناحیه روشان یک تکی سفید یعنی با یک تکی سفید پهلوان علاوتشوی حریف و پهلوان چهارشنبه با یک تکی سبز یعنی نیروی سفید ایستادن و با برتری پهلو غلویت با پهلوان امام دینو ببین تنبه الان تنبه گرفتم برای همین خوز باشه اگر نگفتن امانت که فریاد شیخوف امسال در مسابقه ایستید در مسابقه جمهوری عاید گشتین جودو هم خیلی و خیلی خوب هنرنمایی کرده سزاوار جایی اول گرد عاید جودو از بین یک قرصد خورش میزنیم با پهلوان یک تکی سفید که در آینده یکی از پهلوانان معروف کشور می شود چون که ولی به نهایت جوان است شیخ جوان است بسیار جوان است و آینده نیک هم دارد ما امید از اون داریم که در آینده محض همین پهلوانان پرچم بردارانی بعدن خارج همین طریق غالبیت نصیبی فریاد شیخ با او با فینال برآمد بعدن به پهلوان چهارشنبه یک تکی سبزی میرزا امام الدین مرحمت با برای گله میرزا اردشیر امام الدین با برای گله مرحمت واخرین ایمانی هایی میرزا اردشیر امام الدین مرحمت پهلوان شو داده شد ناحیه روشان یک تکی سفید برادر شما گپ زنید چون که واخری فینالی های ما باید که همون قاعده و قانون شما را هم اجرا کنیم کدام گلیم یکم گلیم یا دویم همین گلیم رقم 2 آماده باشین در گلیم رقم 2 واخری فینالی دوستان گرامی با بالای گلیم رقم 2 آمادگی بگیرن واخری فینالی وزن 60 کیلوگرم قربانجانوف سنگینایف واخری فینالی اکنون وقتی آن رسیده است که ما گفت داریم که جایزه وزن 60 کیلوگرم چی است همه نظر میکنیم به آن طرف من اما جانوری از همه بهترین 2 شاخ دارد شاخهای تیز هم دارد قطاس در وزن 60 کیلو جایزه شان یک قطاسی از ناحیه مرغاب وردگی های خب الان واخری آخرانی نیمانی هایی است کسی ببرد واخری فینالی می رود هلو با یک پرتاتی خیلی و خیلی زیبا اردشیر میرزایف با واخری فینالی راه گیرد هلو با یک پرتاتی خیلی
یکی سبز اگناف نمایندهی ناحیه آوازه‌دار پهلوانان روشن یک کرسک کلی بینم مخلصای قربانجان هست نشنیدم هست نماینده روشن هست ببینید اینجا هم برتری ایکی مکی هست ایکی نمیگم نکی هست آبا یک نمیگم نکی هست آبا یک دوستای گرامی یک پهلوی خیلی و خیلی زیبا یک بدن پرتاب بشکن طبق قاعده های گشتنی ملی این بدن است. بچه ها با دقت باشین. دوباره از شما خواهش میکنم خیلی و خیلی با دقت باشین. پهلوانان هر دو پهلوانان خیلی خوبن. قربانجان سالهای طولانی است که در وزن 60 کیلوگرم در بسیاری از مسابقه های سطح جمهوری جایزه دار است. غالب مسابقه هم هست. برای همین میبینیم که هر دوشم حرکت خیلی زیاد کرده ایستادن و میبینیم که غالب این وزن میشود چون که مسابقه ها باز یک بدن دیگر همین است گوشتین دو بدن نه برادر اگر برتریت دو پهلو باشند غالب می شود نه دو پهلو بدن نه پهلو یک پهلو دارد در حالت یک پهلو دیگر گرفتن غالبی اردشیر میرزا توپ خود را گیرتان ایسته حلال همین طریق در وزن 60 کیلوگرم غالب این مسابقات نماینده شهری خروخ قربان جانه محترم علیشیر میرزان‌آباد رونقی می‌شکرند. یک فرصت جای دویم سنگینه تحفه ارزنده یک خراجینی که 3 کامره استحصالی کره جنوبی و چمپیون نماینده شهری خروخ قدرجان قربانجان و او یک پرتاست با یک تکی سبز مبارک قدمов مرحبا وآخری فینالی 5 دقیقه وزنی تازه برای گرفتن مکافات‌های وزن 70 کیلوگرم تیاری بیند. کوکانبکov شهر خوروخ ازورابکov ناحیه ونج کوکانبکov ازورابکov تیاری بینم برای
گرفتن مکافات های و نزد میزی به تختای فخری بیایم. واخوری خیلی واخوری جدی و مهم است. هر دو پهلوان هم پهلوانای خیلی و خیلی خوبند. دادن با پهلوانی یکتکی سبز. وخوری ادامه میکند. 1 دقیقه دیگر وقت مونده است بچه ها. 1 دقیقه. حالا با یک بدن کی در پیش است؟ با پهلو کی؟ ورزشگری سفید. یک تمام همینطوری در وزن 70 کیلوگرم جای اول میرزا شایف از روشا از شهری از ناحیه روشان. جای سیم ازورا دیکر با قانون های استحصالی ایران. سگ برای توپا جای دویم مبارک قدم با یک تا ماشین جامعشویی دیکر خودش میشوه خودش پاک میکنه خودش اتوب میکنه از ناحیه شغنان. و جای اول نماینده ناحیه روشن میرزا شایف. افروز میرزا شایف با لباس های یک تکی سفید دوشنبه ناحیه روشن با یک تکی سبز آیت شایف ناحیه روشن. داری بالای گرم نماینده ولایت ختلون حسن عبدالله. حالا از تخته فخری بیاین آماده باشن. دستنبویف چهارشنبیف چهارشنبه لباس های ورزشی را پوشیم به نزد تخته فخری آماده باشیم. دوستان گرامی، حالا برای سپاریدن این مکافات ها دعوت کرده می شود سردار ریاست کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم میرزا مرادزاده رستم تقایمراد.
یک فرسک به افتخار جایزه‌داران. جای سوم چهارشنبه و اون قانون استحصال جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کرده می شود. جای دوم علامت شاید با یک تا خردلنیکی سه اتاژه‌ای چهار رژمه‌ای تمام چیزهای خصوصی نگاه میکردگی و یک قطاس و دوشنبه رستم در این دهاتی از گرامی ناحیه ونج استاد ورزش فریاد شیخ و یک تکی سبز استاد ورزش نماینده شهری خاروخ اردشیر میرزایف. دوستان گرامی هر دو پهلوان هم بچه های جوان هم، هر دوشم جوان هم، هر دوشم به نهایت پهلوان های خوب هم هستن. برای همین این واخوری حل کننده است، چون که برای شاه جایزه است. کسی که غلبه میکند پس صاحبی انا همون автомاشین اوپل استرا جی دوستان گرامی، همین پهلوان مردم یک خصوصیت داره، همین چند قدر قرصک زنی همون خوب گوشین میگیره. یک قرصک کلی ببینیم همین ماشین سنی یزگلو میره یا که شهر خورود. آگاهی با پهلوانی یکتکی سفید. دقیقه اخیران، اکنون دقیقه اخیران رفت. اردشیر شد ایستد حکم داور همین است. برای همین است که دوستان گرامی در عرفیت میگویند داوری را شیوه حق و عدالت گفتند، حکم ناحق نزد مردم قدری داور بشکند. برای همین من فکر میکنم که امروز داوران ما خیلی خوب کار کردند و با فکرم که اگر باز در آخر از جانب رئیس ولایت، از جانب دستاندرکاران میبینیم کدام بها میدهند. خنده و پهلوان یکتک سفید آگاهی ثانیه های به شمار موندگی. من نمیگم چند ثانیه، به شمار. وقت همین طریق دوستان گرامی با افضلیت یک بدن автомاشین اوپل استرا
برای شاه جایزه نماینده ناحیه منج فریاد خیلی شاه جایزه مبارک باشد.